دانش آموزان ایرانی مقطع ابتدایی شرکت کننده در مسابقات جهانی رباتیک که پس از 4 روز رقابت با 10 تیم از کشورهای مختلف جهان و پشت سر گذاشتن رقبای حتی بزرگتر از خود به مسابقه نهایی رشته سومو ربات راه یافته بودند، این گونه به شادی پرداختند. ربات‌ها رو نگاه می‌کنم و نقشه‌ها رو بیشتر می‌کشم. راهنمایی کردم تا بتونیم از ربات شکست بدیم، از چه جهت‌هایی حمله کنه. ربات سومو بودش، من کنترلر بخش بودم، همه گروه کمکم کرد. راهنمایی کردم، گفتم چیکار کنه تا بتونیم ببریم و مقام بیاریم. به این تیم 4 نفره از استان تهران مدال نقره مسابقات و جوایز نقدی اهدا شد. تقریباً 80 تیم از 50 کشور مختلف توی مسابقات شرکت کرده بودند. مسابقات سطحش خوب بود. همچنین در روز پایانی رقابت‌های جهانی رباتیک، اعضای تیم دانش آموزی استان مازندران در رشته روبوریس در بین 10 رقیب خارجی اول شدند و مدال طلا را در گردن آویختند. رقابت نزدیک و سختی با ایران داشتیم. بازیکنان ایران بسیار قوی و حرفه‌ای هستند. تیم ایران بسیار قوی بود. آنها بسیار خوب بازی کردند. از بازی آنها لذت بردم. برای من تعجب آوره که کودکان ایرانی در این سنین این گونه با کیفیت بازی کردند. تیم‌های دانش آموزی ایران از بین 14 رشته موجود در مسابقات در 6 رشته مسیریاب، فوتبال، اختراعات، رالی، سومو و روبوریس شرکت کرده بودند. از مجموع 14 رشته ورزشی این دوره از مسابقات 2 تیم ایرانی به فینال این رشته ها راه یافتند. 8 سال است که مسابقات جهانی رباتیک دانش آموزی هر سال در شهر نویدای هند برگزار می شود. بهترین نتایج تیم های ایرانی امسال به ثبت رسید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر نویدا، ایالت اتر پردش هند.